سلام عزیزای دلم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی سریع میریم سراغ طرح جلسه جدیدمون. همچنان روی آموزش طرح‌هایی که حجم ساده تری دارن و راحت تر میشه حجمشون رو با سایه زدن نمایش داد هستیم و همچنان داریم این طرح‌ها رو کار میکنیم. اولین کاری که طبق گفته تمام جلساتمون باید شما انجام بدید این هستش که جای چیزی که میخواید بکشید رو روی صفحه مشخص بکنید و یه فرم خیلی خیلی ساده شده از اون طرح رو بکشید. تقریبا من میخوام فاصلش از این قسمت تا دیگه حالا نهایتا اینجا باشه. به طور خیلی خلاصه و ساده من یه فرم ساده ای از طرحم رو اینجا در نظر میگیرم. حالا شما میتونید یه دایره بکشین. من یه فرم شبیه و نزدیک به فرمی که در نهایت قرار انتخاب بکنم میکشم و میخوام بگم که یعنی سایزش توی همین فاصله و همین اندازه قراره که باشه و طرح کناریش رو از لحاظ اندازه به نسبت این طرح در نظر میگیرم. همینطور که میبینم توی عکس اصلی هم قسمت انتهایی این طرح از قسمت انتهایی این طرح یه مقداری بالاتر هستش. تمام اینا رو توی یک نگاه من بهش دقت میکنم. خب من یه خلاصه ای از فرم هایی که میخواستم بکشم رو اینجا قرار دادم. حالا میرم سراغ کشیدن فرم اصلی طرحم. اینجاها میتونیم یه مقداری حالا بزرگتر یا کوچکتر از فرمی که در اصل کشیدیم اجرا بکنیم. این خطی که اینجا میکشم باید از لحاظ اندازه درست باشه، یعنی نسبتش حالا نه خیلی بالا بکشم نه خیلی پایین، نه خیلی دراز بکشم خطم و نه خیلی کوتاه. از لحاظ اندازه حتی این هم اهمیت خیلی زیادی توی نحوه طبیعی در آوردن طرحمون داره. حالا میریم سراغ طرحی که این کنار قراره که کار بکنیم. خب این اندازه‌گیری ها از نظر من کاملا درست انجام شده. حالا میتونیم بریم سراغ هاشور زدن طرحمون. من این قسمت رو هم بکشم و بعد از اون بریم سراغ هاشور زدن طرحمون. ببینید این سایز این چیزی که حتی اینجا میکشیم هم باز اهمیت داره. نباید خیلی بزرگ و کوچیک باشه. ما نسبتش رو اندازش رو با این اندازه میگیریم، یعنی به نسبت این سایز این رو تعیین میکنیم که بزرگ باشه یا کوچیک و کجا قرار بگیره. خب حالا میریم سراغ هاشور زدن های اولیه‌مون. همونطور که میدونید ما برای نمایش دادن حالت کروی این سیبی که اینجا داریم میکشیم اولین کاری که میکنیم این هاشورها رو به این روشی که میبینید میزنیم و جهت حرکت دستمون رو تغییر نمیدیم. فشار دستمون هم کاملا کم هستش، یعنی خطها رو با فشار و ضخیم اجرا نمیکنیم روی سطح کارمون. تا زمانی که شما دارید کم رنگ کار میکنید
همیشه وقت هست که بخواید تغییرات لازم رو روی سطح کارتون به وجود بیارید، ولی وقتی که پررنگ کار بکنید احتمال خطا داشتن هی زیاد و زیادتر میشه و شما نمیتونید هی از پاکن استفاده بکنید و کارتون رو خراب میکنید. خب ببینید که جهت حرکت دست من داره به چه صورتی تغییر میکنه. ببینید این جهت حرکت دست من کمک میکنه که در نهایت این فرو رفتگی این قسمت سیب به خوبی مشخص بشه. الان از همینجا کاملا واضحه و شما به راحتی میتونید ببینید که یه حالت فرو رفتگی اینجا وجود داره. چی باعث شده که شما این حالت رو درک بکنید؟ جهت حرکت دست من و نحوه آشوب زدن. همیشه توی طراحی آشوب زدن‌های ما باید به شیوهی باشه که طرحمون رو حالت طبیعی بهش بده و حالت سه‌بعدی بهش بده، از حالت تخت و از حالت روی کاغذ بودن درش بیاره و یه حالت سه‌بعدی به چشم مخاطب ما بده. برای همین چی اینو تعیین میکنه؟ نحوه حرکت دستمون روی صفحه کاغذ و نحوه آشوب زدن ماست که باعث میشه اون حجم و اون بعد به اون کار داده بشه. و اگر شما جور دیگه‌ای به یه روش دیگه‌ای آشوب بزنید اون حالت رو ازش میگیرید. خطهای اولیه ما همیشه کمرنگ هستن، چون خطهای کمرنگ به پاکن نیازی ندارن، همیشه قابل جبرانن و شما میتونید به راحتی و خیلی سریع اصلاحشون بکنید. پس هیچ وقت توی قسمت‌های اولیه کارتون نیایید از خطهای کلفت و با ضخامت استفاده بکنید. الان توی این قسمت میتونیم جهت حرکت دستمون رو تغییر بدیم. ببینید همه اینها حساب شده هستش، یعنی ما
هر جا که جهت حرکت دستمون رو تغییر میدیم زمانش هست که اون کار رو بکنیم و همه جای طرح نمیتونیم هر طور دلمون خواست ها شروع بزنیم. اگر دقت بکنید به کار من به خوبی متوجه میشید. برای اینکه یه مقداری این قسمت ها رو تیره تر بکنم از مداد B4 استفاده میکنم. برای اینکه یه مقدار طرحمون یه زمینه یه دستی داشته باشه با فشار دست خیلی ملایم من خیلی کم دستمال کاغذی رو روی سطح کارم میکشم و بعد دوباره روی اینو آشور میزنم فقط برای اینکه یه زمینه غیر سفیدی بهمون بده. این کارو قبل از این هم میشه انجام داد ولی این مرحله بهتریه. خب الان خیلی بهتره. الان میتونیم به سایه دادنمون ادامه بدیم.
حالا با پاک کن قسمت‌هایی که باید حالت سفیدتری داشته باشن رو روی کارمون پاک میکنیم و این هایلایت تیره و روشن رو به وجود میاریم روی سطح کارمون. خب میتونیم بریم سراغ طرح بعدیمون. باز به شیوهی که اینو کار کردیم این یکی رو هم کار میکنیم و سایه ها رو سر میکنیم توی یک جهت توی شروع کار با فشار دست یکم بزنیم